است که بچه آکاش و همسرش پرتایی رو یکی مرد کسی را اجازت نمیگیرم نمیپرسه اون خدا خواهم مقام شهادت یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. هر روز جنازه میخوانیم، هر روز تابوت را میبینم، هر روز چشمان پر آب پدر و مادر میبینم. زیر 12 سال بچه که جنازه کردم که فردا امتحان مکتبش بود، اما برای آبازی به رفیقاش میره حسلب حوض آبازی بکنم سنبرگش آوردم. خلاصه عزیزان من، بچه های جوان، پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه همین ما و شما را هشدار میدهد، همین ما و شما را بیدار میکند، میفهمانه که شما در اختیار خودتان نیستید. بنابر به جوانیتان فریفته نشوید، به تن صحتیتان مغرور نشوید، زیرا که ما و شما از دیگر جا نظارت میشویم و کنترل میشویم. هرچی او خواست همون میشویم. هزاران لاله رخ چون غنچه سر پیچیده رفت آخر، بروید لاله از عکس رخی هر محجبین بینگر. چی جوانای زیبا رو ما زیر خاک کردیم، چی گل دخترای شهلا چشم ما زیر خاک کردیم، چی پهلوانا رو بردیم و به خاک سپاریدیم، چی علما و دوستای خدا رو طعمه کرمای لحد کردیم. اما افسوس عبرت نمیگیریم، افسوس که از خواب غفلت بیدار نمیشویم. به گفتی مولانا جلال الدین رومی خدا رحمت کند، چه دانی مرگ را تا خود نمیری. ببین تا خودتو بالا دنبی خیال بکنی که برای دیگراست من موندن میگنم. نه عزیزی من، رسول خدا گفتن استعدوا للموت قبل نزول الموت. شما خودتان به پیشواز مرگ همیشه آماده کنه پیش از آن که مرگ به سراغ شما میبیاد. یعنی آمادگی چی میشه؟ عزیزان من، سحر نماز بامدادتان خانه بیاید در مسجد با جماعت با خدای خود مناجات کنه و آغاز روز به عبادتش شروع کنه. از کفای کار و بارتان شوید تا پیشین کار کنه. این کار عبادت است، این خدمت خاندان عبادت است، این خدمت برای مردم عبادت است. وقتی که شما را از یاد خدا من نکنند، خدا خواهد این است آمادگی به مرگ. هم کار دنیا میکنی، هم عبادت خدا، هم به خاطر خدمت خاندانت حرکت میکنی، هم برای توشی آخرتت مسجد میری. الان ببینه همراه این دادری من نه برادراش میرن، نه عمکیاش، نه همسرش میردو، نه او طفله که زیبایی که به امید گرفته بود و کلام کرد که در پیری من دستیاری میکند. هیچ کدامش نمیرن، خودش تنها میرد. همه هستند و همراه تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور. روند این همراهان غمناک با تو، نیاید هیچ کس در خاک با تو. هیچ کدامش در خاک. بنابراین ما باید خمان توشمان و قدیمان بریم، ما خمان باید خانه قبرمان آباد کنیم. انشاءالله این دادری ما سفر بک جوان خوبه بود، چگونه بابای نصر الله هم گفته من همه کیاشم خدا جاش جنت کنه. این مرگ که ایشان از این عالم برد، این مرگ مقام شهادت داره. رسول اکرم پرسیدن که یا رسول الله شهدای امتی تو کیا هستند؟ حضرت یکی یکی شمار کرده آمدن و گفتند من قتله بطنه فهو شهید. هر کسی که با کسلی های درون می وفات میکنه مثل کسل سرطان است و مثل دیگر که بیماری های درونی او شهید است.
خدا خواهی دادر ما شهیده سن 32 ببینه وقتی شیرینی عمر، وقتی گل شکوفایی، وقتی آرزو امیدهای طولانی، اما همش پرتاف چون طوفانی دیشب که درختار شکست، آرزوی این خدادر ما را شکست من بالای تابوت خوابت. الان در این تاریکی شب بخانی قبر میرم، ما بخانی روشن و بالای کرپه میریم، سفر بخانی تاریکی لحد بالای خاک خنق میره. دعاش کنیم خداوند این سفر دور و دراز براش آسان خداوند خانه قبرش براش حجری عروسی گردان. خداوند اون مقام شهادتی که برای کسلی های درونی پیغمبری زیباد وعده کرده دادر ما را به نصیب گردان. پروردگار از زبانش به گفتن کلمه لا اله الا الله گویا گردان. ایمان و عملهای صالح شرفی که قبرشو برادراش و خاندانش خداوند صبر در ذمه‌ش از نماز چیز باشد. خداوند غفور و رحیم است. اما خامای عزیز یار و دوستاش و رفیقاش حق عبد خدا برای شهیدا هم نمیگذارد، زیرا تا صاحبش راضی نشه و خدا وی قبول ندارد. از کدام شمایگان که قرض امانت گرفته باشه با شاهد و حجت بشه که انشاءالله برادراش میکرد و دیگر خمداری و همسایه‌داری از کدام شما را آزار و غیبت کرده باشد، بخش خدا بخشنده ها رو دوست بده. پروردگار همه تا خامای عزیز خصوصا این جوانان عمر دراز از این عمر جوانشان با طاعت خدا بهره برند، فایده کنند، مانند این دادر ما حسرتی بخانی قبل برند.